میراث ایرانم، سام نریمانم، کوروش نمیمیرم تا من نگهبانم، ایرانو بربادش ندیم جمعه تو جنگل سبز یه شیر رو کشتن، خورشیدو بردن به شب سپردن دور از تو و من. یک بار دیگه چشمان مردم تاریک و کم سو، این بیگناهان چه ها کشیدن زیر بار اندوه. حیف از تو ای ایران ما، میراث قوم آریا، باز کشت و کشتار شد ملت ازادار شد، در پی آزادی بدتر گرفتار شد، ایرانو بربادش ندیم ملت و آزارش ندیم خدا به جرم باورش. خدمت بانو زهرا لطفی هستیم. خوش آمدید بانو به برنامه خودتون. درود میفرستم به شما و درود میفرستم به تمام همیهنان عزیزم که در سرتاسر دنیا و صدای منو میشنون. ممنون از شما. خوش آمدید به برنامه خودتون. بانو آدینه شما هم خوش آمدید به برنامه بانوان. در خدمتتون هستیم. درود بر شما و بینندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم. متشکرم. بانو میترا فتیانپور، درود بر شما. خوش آمدید. درود بر شما و مهمانان عزیز و بینندگان و همچنین درود فراوان به همشهریای خوبم، مردم فرهنگ دوست اصفهان. میترا فتیانپور هستم از شهر. خیلی خوش آمدید بانو. تشکر میکنم از حضور یکایی که شما عزیزان که این فرصت رو دادید و از وقت گرانمایه‌تون به اصطلاح تعلق دادید به این مسئله بسیار مهم، یعنی مسئله زن ستیزی در ایران قبل از اسلام، بعد از اسلام، قبل از 57 و بعد از 57 و بحث خشونت هست. بانوان عزیز، من فکر میکنم که امشب بیشتر آقایان باید به این برنامه توجه کنن، چون مهمترین بخش از زندگی ما ارتباط مستقیم به بانوان داره و زایش در جامعه به بانوان برمیگرده و واقعا جا داره که به این مسئله مهم دوستان بپردازیم. در ابتدا من باز هم از بانوان محترم اجازه میخوام که اولین سوال رو از جناب دکتر داشته باشیم. آقای دکتر، با توجه به ابتدای فرمایشاتون که در خصوص جانوران و به قول معروف آزمایشاتی که بر روی این به اصطلاح موجودات انجام گرفت، من اگر امیدوارم که اشتباه نکرده باشم در رابطه با موش از نظر ساختار
به اصطلاح دی ان ای و ژنتیکیشون خیلی نزدیک هست به در بعضی موارد به انسان، بیشتر روی این موجود آزمایش میشه. میخواستم از شما بپرسم که اصلا این مسئله خشونت رو توضیح بفرمایید، اصلا خشونت چیست و علل خشونت رو کوتاه بفرمایید، خوشحال میشم. بله بنده لیستی تهیه کردم بهش میپردازم، ولی طبق عادت سنواتی، طبق عادت گذشته، من باید یه مقداری این پس زمینه یا تاریخچه نمیتونم بگم، پس زمینه عمومیش رو در جهان مطرح کنیم که این مقداری بهش آگاه باشیم. آیا فقط تمرکزش در ایران هست یا فقط نزد مردان ایرانی یا زنان ایرانی هست یا فقط در این زمانی که به اصطلاح اسلام حمله دومیشو داشته به وجود اومده یا نه؟ اگر اجازه داشته باشم خیلی مختصر فقط کوتاه بفرمایید. بله متشکرم. فقط کوتاه چون وقت برنامه واقعا ایجاب نمیکنه. دوست داریم از دانش شما استفاده کنیم، ولی بله در خدمتتونم. خواهش. زن همواره پیوسته موضوع قضاوت‌های گوناگونی بوده در سراسر دنیا، به یه صورتی کینه توزانه بوده و به یه صورتی خیلی مهربانانه. مثلا بعضیا میگن زن آنقدر لطیف است که حتی نمیشه با ساقه ریحان بدن این رو لمس کرد. یا مثلا نیچه برمیگرده میگه که و تأکیدم میکنه که نزد زن بدون تازیانه نباید رفت. البته اینا فیلسوفای بزرگی هستند، آدمای سرشناسی هستن. بعد این داوری های گوناگونی که در مورد زن هست یه تضادی رو به وجود میاره، یه تناقضی رو به وجود میاره در مورد اعتماد به نفس خود بانوان. و این بانوان بستگی نداره در اروپا، آفریقا یا آمریکای لاتین باشن، در هر جا این تضاد رو که باعث میشه اعتماد به نفس بانوان به یک صورتی خدشه‌دار بشه یا حداقل دچار تزلزل میکنه و این تزلزل رو ما در فرهنگ‌های مختلف راحت میبینیم. من یکی دو سه اشاره بکنم به گفته‌های بعضی از بزرگان ادب، فیلسوف و کسایی که برای همتون آشناست. مثلا الکساندر دومان برمیگرده میگه بزرگترین پرسشی که نتونستم پاسخش رو پیدا بکنم اینه که زن چه میخواهد. یا مثلا تو البته بعضی از اینا خیلی زهرآلوده، من عذر میخوام، من فقط نقل قول میکنم و نقل کفر نیست. از تولستوی میپرسن نظر درباره زن چیه؟ پاسخ میده این را بگذاریم در فرصتی دیگر، روزی که سنگ لحد بر فرقم نهند آنگاه کفن روی صورت میکشم و حقیقت را درباره زنان میگویم. پیکاسو از اینم بیشتر، نقاش معروف اسپانی، خیلی مستهجن صحبتش برمیگرده میگه فقط دو نوع زن وجود داره، اقدس و انجس. اقدس یعنی پاکیزه ترین پاکیزه ها و انجس هم یعنی ناپاکترین ناپاک ها. حتی شکسپیر در مکبث خودش زن رو سمبل فتنه، سحر، جادو، در اوتلو سمبل ناتوانی، در هاملت ضعیف، بی تصمیم، نادان، در رومئو و جولیت علت فتنه، دگرکشی. و حتی فیلسوفایی داریم به نام ابوالعلا، مولوی، سعدی، فردوسی. و من مجبورم این شعر فردوسی رو اینجا بخونم، ولی من فردوسی شناس نیستم. شاید این اشعار تزریق شده به شاهنامه، شاید مال خود فردوسی نباشه، یعنی در نسخ مختلف ممکنه باشه ممکنه نباشه. برمیگرده میگه با عرض معذرت زن و اژدها هر دو در خاک به، جهان پاک از این هر دو ناپاک به. زنان را ستایی سگان را ستایی، که یک سگ به از 100 زن پارسای. من مابقیش دیگه نمیخونم چون از اینم چیزتر، از اینم قوی تره. و یه راهنمایی میکنم اگه دوستان قلم کاغذ داشته باشن، یه خانمی هست به نام دکتر شکوفه تقی، اتفاقا در استکهلم هست، کتابی نوشته به تازگی ها اومده بیرون، زن‌آزاری در قصه ها و تاریخ، که رجوع میکنه به سمعک عیار و اولین رمانی است که در دنیا حتی وجود داشته، یعنی 1000 سال پیش، که اونجا سمعک عیار هم به اصطلاح خیلی معروف و مشهوره. برمیگرده میگه همه مردان عالم بسته مکر زنانم. بعد ما نمیتونیم اینا رو ندیده بگیریم. گفته شده با چه فرهنگی، با چه احساسی. بعد آدمای کوچیکی هم نیستن، شکسپیر کوچیک نیست، نیچه کوچیک نیست، یا پیکاسو کوچیک نیست.
و بعد میپردازیم به خشونت به زنان. من اینجا میتونم بایستم، اگر دیگران صحبتی داشتن در این مورد من گوش میکنم. خواهش میکنم. در خدمتتون هستم. البته من در خشونت چون پرسیدم شما برای محبت کردید و یک بخش تاریخی و جملات بزرگان رو فرمودید. من میخوام از بانو آرتمیس عزیز سوال کنم که دیدگاه شما در رابطه با فرمایشات آقای دکتر و این بحثی که در کتب ادبی اشعار ما بهش اشاره شده، آیا این برگرفته از چیست؟ چه میشود که یک همچین صحبتی، البته در رابطه با شاهنامه که فرمودید، من فکر میکنم در یکی از برنامه جناب دکتر در خدمت جناب شاهین نژاد و دیگر دوستان که بودیم به این مسئله و در رابطه با این ابیاتی که به شاهنامه وارد شده صحبت مفصلی این عزیزان داشتن و خب چون الان بحث ما به اون سمت و سون نیست، البته مطمئناً بانو آرتمیس الان آمادگیشو دارن که در این خصوص حتما توضیح بدن. میخوام که کوتاه به این مسئله بپردازیم که چرا خشونت به این صورت روا داشته شده و شاید بعضا هم راجبش نوشته شده و بهش پرداخته شده. و فراموش نکنیم در سراسر دنیاست، نه فقط در ایران. بله فرمایش شما کاملا صحیح و من از اون درخواست میکنم اگه امکانش هست میکروفون رو ببندید تا دوستان اگر صحبت میشه انعکاس پیدا نکنه. بانو آرتمیس در خدمت شماست. جناب عبدالله، همونطوری که شما فرمودین در یکی از جلساتی که بحث درباره شاهنامه بود این موضوع ذکر شد که این ابیات مطلقاً متعلق به شاهنامه نیست. ما ابیات جعلی زیادی داریم که نسبت داده شده به شاهنامه و اگر شما بتونید در یکی از کتب اصلی شاهنامه، یعنی از اون 14 نسخه‌ای که به عنوان رفرنس شاهنامه در جهان استفاده میشه، شما اینو پیدا بکنید میتونید بیارین ارائه بدید. از این موضوع بگذاریم. پس این جزء ابیات جزء شاهنامه نبوده، اما متاسفانه ما جعلیات بسیاری داریم که رواج پیدا کرده در جامعه، مثل اون ابیاتی که ارتباط میدن به ائمه اطهار و ذکر مدح و ذکری که در شاهنامه از زبان فردوسی گفته شده و برخی استناد میکنن که فردوسی مسلمان بوده و شیعه بوده و این ابیات به اون علت گفته شده که اونا متاسفانه جعلیه. اما میرسیم به این که اصلا کلا خشونت چیست. ما برای اینکه بتونیم در ایران بدونیم، ما صحبتمون در مورد زنان ایرانه و صحبتمون به صورت تخصصی در حال حاضر در مورد ایرانه، تمرکزمون احتمالاً باید بهتر هست که روی ایران باشه و ما برای اینکه خانمای ایرانی متوجه بشن که اصلا خشونت چیست، چون این تعریف خیلی واضح نیست برای بسیاری از افراد، متاسفانه وقتی مورد خشونت قرار میگیرن اصلا تشخیص نمیدن که این خشونته که داره بهشون اعمال میشه. بنابراین بهتره که ما یک تعریف روشن اول داشته باشیم، نخست از اینکه خشونت چیست و چه انواعی داره خشونت. متاسفانه اون چیزی که ما در ایران حال حاضر میبینیم که متاسفانه انواع اقسام خشونت هم بر خانم‌ها اعمال میشه، از اونجا منشأ داره میگیره که هر نوع زورگویی و هر نوع محروم کردن افراد و هر نوع توهین به افراد و هر نوع اعمال غیر انسانی علیه افراد خشونت تلقی میشه. خشونت انواع گوناگون داره. خشونت زبانی داریم، مانند الفاظی که به صورت خیلی ناپسند گفته میشه بر زنان نام برده میشن، به اون نام ها بسیار در جامعه جا افتاده، مانند ضعیفه، زن که ناقص العقله، زن که احساساتیه، زن که ضعیفه، زن گریه میکنه. اینا خشونت هایی است که در رسانه ها، حتی در کتب و در سریال های ایران متاسفانه میبینید که علیه زن استفاده میشه. خشونت های مستقیم داریم مانند الفاظ بسیار زشت یا رکیکی که ممکنه علیه خانم‌ها به کار بره. اکثر متاسفانه فحش های ناپسندی که در جامعه رواج داره متاسفانه علیه مادر و خواهر و زن در جامعه به کار برده میشه. خشونت دیگری که ما علیه زنان داریم خشونت‌های فیزیکی است که میتونه شامل خشونت‌های فیزیکی در منزل باشه از طرف همسر، پدر یا برادر، حتی میتونه از طرف مادر یا بقیه اعضای خانواده علیه یک زن صورت بگیره یا علیه افراد مختلف در خانواده.
که بهش میگن خشونت خانگی. خشونت بیرون از خانه داریم فیزیکی علیه زنان اعمال میشه، مانند خشونت هایی که شما میبینید خانم‌ها رو در خیابون میگیرن، کتک میزنن، دستگیرشون میکنن، اینا رو به کمیته ها میبرن، از اینا تعهد میگیرن، اونجا با برخورد بسیار ناپسند چه فیزیکی چه روانی با اینا برخورد میشه. در مورد حجاب یا در مورد مسائل دیگه که خانم‌ها ممکنه درگیرش باشن. و ما پس میبینیم که ما کتگوری‌های گوناگونی داریم، ما شاخه‌های گوناگونی داریم و طیف خشونت بسیار وسیع‌تر از اون چیزی که ما ممکنه فقط فکر کنیم. حتی مطلق گفتن در خیابان جز خشونت‌های لفظی و کلامی است که در جامعه بسیار رواج داره و متأسفانه خانم‌ها خیلی اوقات اینا رو درک نمی‌کنن، چون که نمی‌دونن که اینا جز شاخه‌ها و زیر شاخه‌های خشونته. یک نمونه دیگه از خشونت‌هایی که در ایران متأسفانه رواج داره خشونت‌های جنسی که علیه خانم‌ها استفاده میشه، از اذیت و آزار جنسی، تجاوزات، تعرضاتی که به زنان وارد میشه، تا حتی دستمالی هایی که ممکنه خانم‌ها بشن در جامعه. اینا همه جزء کاتگوری هاییه که متاسفانه توی خشونت طبقه بندی میشه. سپاس بانو آرتمیس گرامی. میریم و در خدمت بانو لطفی هستیم. بانو زهرا شما بفرمایید با توجه به تجربیاتی که در زندگی یا در محیط کارتون داشتید و اگر کوتاه به گوشای از اون اشاره بفرمایید در رابطه با خشونت خوشحال میشیم. در خدمت شما هستیم. ممنون از شما. من خودم خب جدیدن از ایران خارج شدم، میخوام چیزایی که واقعا اتفاق میفته در جامعه، در داخل منزل. من خودم کارم طوری بوده، یه محیط ورزشی بود و خیلی از بانوان به خاطر مشکلاتی که در درون منزل در داخل داشتن و واقعا کسی نبود که بیاد یک کمکی به اینا بکنن، اینها اومده بودن در داخل سالن‌های ورزشی که بتونن یه تکیه‌گاهی پیدا کنن که بتونن صحبت کنن. و اونجا من می‌دیدم واقعا بانوی اومده بود که میگفت که من 9 سال با یک آقا زندگی می‌کردم، ایشون حتی اجازه به من نمیدادن که من خانواده‌م رو ببینم. ببین حداقل آزادی رو میان از زنها میگیرن به خاطری که نمیتونست. اگه مثلا برفرضم میرفت به خانواده میگفت که چنین مثلا مسئله هستش، خانواده برمیگشت میگفت که خب نیازی نیست تو بیای منو ببینی، تو به زندگیت بچر. چون متاسفانه یک چیزی که در جامعه رواج پیدا کرده همون تربیت اسلامی هستش. همیشه میگن دختر با لباس سفید میره خونه شوهر و با لباس سفید، یعنی زمانی که میره با کفنم باید بمیره. یعنی متاسفانه یک جوری اومدن این فکرها رو تزریق کردن به جامعه زنها که بگن که هر چیزی که در منزل، چه در خانه پدری چه وقتی که ازدواج میکنی اونجا برای شما اتفاق میفته، شماها نمیتونید، چون هیچ ارگانی که بخواد بیاد حمایت بکنه از زنها نیستش. متاسفانه اگه هم بخوان برن شکایت بکنن و اونجا آقای عبداللهی من میخوام بگم واقعا خانم‌ها میومدن میگفتن آره خانم لطفی وقتی ما میرفتیم توی دادگاه متاسفانه اونجام امنیت نیست برای بانوان. خود قاضی بارها درخواست‌های نابجا میده ازشون، تقاضای رابطه‌های نامشروع میکنه و اگه میگه شما میخواین زودتر به طلاق برسین یا میخواین مهریتون رو بگیرید باید روابط نامشروع با ما برقرار کنید. شما ببینید زنها در ارگان‌های وقتی هم بخواد شکایتی هم بکنن به ارگان دولتی، اونجا من ازشون چیز تقاضای نابجا گفته میشه و میگن درخواست‌های نابجا دارن و متاسفانه اینو یک خشونته. وقتی که من درد دارم، وقتی که جامعه درد داره، متاسفانه جامعه زنان درد داره و دولت هیچ گونه ساپورتی نمیکنه به خاطری که میخوان زنها افسرده بشن، زنها فقط در داخل منزل باشن و هر گونه سوء استفاده جنسی از خانم ها بشه در داخل و حتی در بیرون. متاسفانه نمیتونن برن شکایت کنن. اگر هم برن شکایت بکنن متاسفانه این ظلم دوباره برمیگرده به خودشون. نمونه بارزی که ما دیدیم خانم ریحانه جباری، ایشون به خاطر که دفاع کرد از خودش در مقابل یک متجاوز جنسی، ایشون چی شد؟ بعد 7 سال ایشون در زندان اسیر بودن، 7 سال از زندگیشون در زندان بود. متاسفانه دولت جمهوری اسلامی چیکار کردن با ایشون؟ ایشون اعدام کردن به خاطر اون فکرهای اسلامی، به خاطر اون باورهای مذهبی، به خاطر اینکه میگم قصاص. اینجا ارزش انسانی زیر سوال برده میشه. متاسفانه در همه سطوح جامعه، چه در داخل
خانه چه در جامعه ما داریم خشونت ها رو میبینیم، چه کلامی چه رفتاری. و متاسفانه زن در ایران به عنوان یک برده هستش، به عنوان یک جنس دوم هستش و هیچ گونه ارزش و حقوق انسانی برای زنها در داخل ایران برخوردار نیستش. و من واقعا متاسفم. اینها چیزهایی بوده که من در محیط کار باهاش دست پنجه نرم کردم. جناب آقای عبداللهی، سپاس از لطفتون و توضیحات مبسوطی که فرمودید. من میخوام نقطه نظر بانو آدینا هم داشته باشیم توی این زمینه، با توجه به اینکه ایشون هم بخشی از محیط کارشون محیط آموزشی بوده و دست بر به قول معروف قلم داشتن و آموزش هم جزو سیستم کاریشون بوده. میخوام نقطه نظر این بانو رو هم در این خصوص جویا بشم. بانو آدینا اگه صدای بنده رو دارید در خدمتتون هستم. بنده صداتون رو میشنوم. همینطور که خانم آرتیمیس گفتن، خشونت علیه زنها فقط تنبیه جسمی نمیتونه باشه. همین کلمه های توهین‌آمیز، شک و بدبینی که تو این جامعه مرد سالاری حکم فرما هست که اسمش هم با افتخار خوش غیرتی میذارن، همه اینا میتونه نوعی خشونت باشه. و دین اسلام هم همینجور که خانم لطفی فرمودن، دین اسلام هم خشونت رو با خودش به ارمغان آورده بر ما. متاسفانه وقتی برابری زن و مرد وجود نداره، به طور خودکار خشونت به وجود میاد. متاسفانه از طرف دیگه هم بخوایم نگاه کنیم، زنها تو جامعه ما حمایت نمیشن و همینجور ناخودآگاه کم کم میپذیرن که سرنوشتشون همینه، باید بسوزن و بسازن. اسمش هم میذارن که ما زنان سازشکار هستیم، ما زنان صبور هستیم، در صورتی که زنان ایرانی باید آموزش ببینن که چجوری از حق و حقوق خودشون دفاع کنن. به هر حال از ماست که بر ماست. ما زنان تو چارچوب خانواده‌مون اینا رو داریم و تو جامعه هم میریم حمایت نمیشیم، کم کم سرخورده میشیم، افسرده میشیم و دردمون رو هیچ کس متاسفانه نمیفهمه. سپاس از لطفتون و توضیحات که فرمودید. به نکات بسیار ریزی همه بانوان اشاره کردن که هرچی جلوتر میریم و بازتر میشه، باز هم نکات تازه تری و چهره‌های جدیدی واقعا از خشونت امشب داره معرفی میشه که خود خانم‌ها بعضا اصلا بهش نپرداختن و حتی راجبش فکر نکردن و من خوشحالم که این عزیزان بانوان آمدن در کنار هم قرار گرفتن و من مطمئنم در ادامه برنامه هم به نکات دیگری حتما اشاره خواهند کرد. جناب دکتر، من میخوام از شما این سوال رو داشته باشم که با توجه به صحبتی هم که قبل با هم داشتیم، بحث وحشت و اون ترس هست که اگه یادم باشه در آخرین فرمایشاتون که من شنیدم این بود که بحث وحشت و ترس هست که باعث اون مسئله خشونت میشه. اگر میشه به این مسئله با توجه به تخصص شما در این زمینه بپردازیم کوتاه، که ببینیم چه میشه که وحشت باعث میشه که خشونت ایجاد بشه و مردان از چه میترسند که خشونت اعمال میکنن، چه میشه که به خشونت روی میآورن. سپاسگزارم. من البته یه لیستی تهیه کردم که میتونستم راجبش خیلی همطوری به صورت مسلسلوار یا به صورت استراکچر نوشته بودم. خشونت به زنان، بعد این رو بحث میکنیم، بعد خشونت چیست، خواهش میکنم، بعد انواع خشونت و چراییش. اینا رو من لیستوار تهیه کردم و جلوم هست. محبت کنید اگر کوتاه بفرمایید که به صورت فرستوار بفرمایید خوشحال میشیم و برگردیم به اون مسئله که من از دوستان هم در رابطه با تاریخچه هم میخوام بپرسیم که این تاریخچه از کجا میشه. از بانو آرتیمیس در خدمتتون هستیم دکتر. خواهش میکنم. خشونت به زن به بانوان ایرانی عارضه اجتماعیه و این عارضه اجتماعی دست در نهادهای دیگر اجتماعی داره و برای برچیدن این نابسامانی ها ما نمیتونیم یه پادزر، یک چند تا نسخه بتونیم بنویسیم. اینا زن در قدیم نه در ایران بلکه در کشورهای دیگه به صورت کالا خرید و فروش می شده. زن روی زمین در شیلی، آرژانتین همراه زمین به مالک داده می شده که اینو در ایران ما متاسفانه البته جای پاشو در مهریه ما میبینیم که مثلا خانومی میخواد ازدواج بکنه یه مهریه‌ای با چیز بشه. این دنبال روی اون خرید و فروش زمین و همه دارایی اون زمین، حتی اگر بچه‌های به اصطلاح کاری مثلا بتونن یه کاری رو انجام
و من با خانم لطفی و دیگران موافق هستم. خشونت‌های روانی داریم، کلامی داریم، به زن بی حرمتی میشه، بی احترامی میشه، در خونه مطلق‌گویی میشه و اینا یک نوع خشونته. ولی ما باید بدونیم که خشونت چیست. خشونت اون گونه است که در افکار عمومی تصور میشه فقط محدود به پرخاشگریه. یعنی طرف مثلا چاقویی برمی‌داره، داد و هواری میکنه، جسم یک نفر رو آسیب میرسونه، فیزیکی هست و اینا. ولی اکثر مردم این کتک زدن و زخمی کردن و اینا رو میگن خشونت، در حالی که دامنه تعریف وجود عینی خشونت یک لایه‌های گسترده‌ای از رفتار انسانی رو در بر میگیره. لایه‌های درونی آدمی که پس از کردار این طرف ناخودآگاه یک ساختار زبانی خودش رو معمول میکنه که اگر بتونه به صورت بیان اون رو بروز بده. بعد خشونت در تمام افراد، چه از طرف زن، چه از طرف بچه و از طرف مرد، اول از همه و این نکته است و من روی این میخوام تکیه کنم چون تخصص من است، خشونت ابتدا توی ذهن اون فرد شکل میگیره و بر اساس تزریقات فرهنگی و جامعه‌ای این شکل برونگراش فرق میکنه. ولی فردی که خشونت رو داره به اصطلاح میخواد بروز بده، این دوچار دگرگونی‌های هورمونی در داخل بدنش شده. بیشک وقتی شما خیلی آروم باشین، هورموناتون هم مرتب باشه، شما نمیتونین عصبانی بشین. باید این هورمون‌های مختلف استرس که یکی دوتاشو من میگم، البته خب بیشتر باشه فراموش میشه. آدرنالین همتون میشناسین، یکی هم از کورتیزول. شما اگر به میزانی از کورتیزول و آدرنالین در خونتون نرسیده باشین، نمیتونین دشنام بدین، نمیتونین چاقو بردارین، نمیتونین کاری انجام بدین. پس این یه مقداری جنبه بیولوژیکی هم داره، منهای این که جنبه فیزیکی داره. بعدم خشونت در اجتماعهای مختلف به شکل‌های مختلف بروز میکنه و این جنبه فرهنگی داره. من پیش این بیمارایی که از کشورهای مختلف میان، وقتی میخواد صحبتی بکنه این داد میزنه، صداشو میبره بالا برای اینکه حقشو بگیره. این یکی از ابراز خشونته، چون ما یاد گرفتیم وقتی تو فریاد کنی، وقتی مش روی میز بکوبی، حقتو میدن، در صورتی که کشورهای اروپایی این رو در فرهنگشون ندارن. یعنی من میخوام بگم که ما آمیخته‌ای هستیم از خود فرهنگی که داریم. حالا برسیم خیلی خلاصه، اگر اجازه داشته باشم برسم به انواع خشونت. من میتونم این رو دنبال کنم؟ یعنی قبل از که خواهش می‌کنم قبل از که بپردازیم، من نقطه نظر بانو میترا هم در این خصوص جویا بشم و برمیگردیم سریع به شما. خواهش می‌کنم بانو میترا، نقطه نظر و دیدگاه شما. سپاس. میخوام از وقتی که به من دادید به طور مفید و خلاصه استفاده کنم. من نکاتی که دوستان اشاره کردن که جای خود، ولی دو نکته رو میخواستم بهش اشاره کنم. نکات این که در رابطه با این که خشونت فقط مربوط به جامعه عقب افتاده یا دین زده نیست و مربوط به جامعه های پیشرفته هم هست. بله درسته، اما با این تفاوت که تو جامعه های پیشرفته غربی مثلا اگر این اتفاقات خشونت علیه زن میفته، بیشتر برمیگرده به مسائل روحی روانی. اما اگر توی کشورهای دین زده یا جهان سومی این اتفاق میفته، برمیگرده به مسائل قانونی که اون شهر واسهشون میذاره. مثلا نمونهش، من 5 نمونه رو الان واسهتون میگم که اینا چه نوع خشونتایی میتونه باشه. وقتی یه خانوم میخواد بره پاسپورت بگیره، اصلا نگاه نمیکنن پزشک، وکیل، چه کاره است. میگن یا باید شوهرت به تو اجازه بده یا پدرت. یعنی این زن تا این حد میاد پایین. 2. وقتی یه خانوم میخواد حق حضانت بچه‌ش رو بگیره، پسر بالای 2 سال و دختر بالای 7 سال، این اجازه رو دیگه دولت نمیتونه بهش بده. اگر خود پدر فرزند حاضر باشه فرزند رو بده، میتونه این کار کنه. در غیر صورت مادر باید به خاطر داشتن فرزندش تا آخر عمر بسوزه و بسازه. 3. یه خانم اگر بخواد بره الان یه اتاق مجردی واسه خودش اجاره کنه، جدیدن اصلا به شکل قانون حتی در اومده که توی این اماکن مسکونی میگن که اجازه نداریم ما به خانم مجرد خونه بدیم.
حتی اگر هم بخوان بدن اینقدر تحقیرش میکنن، اینقدر شرایطو سخت میکنن، اینقدر رفت آمداش زیر نظره که از هر جور توهینی هم که باشه بدتره، از اون زندانش هم بدتره. چهارم، این تمکینه که توی قانون شرع اسلام اومده و کشور ما هم داره ازش پیروی میکنه که زن حتی این اجازه بدن خودش رو نداره و هر وقت که مرد خواست باید در اختیارش باشه. پنجم، برمیگرده به شخصی ترین قسمت زن که بارداریشو حتی نمیتونه اجازه داشته باشه. الان اونا باید تصمیم بگیرن که شما باید باردار بشین و جمعیت کشور رو به بالای 100 میلیون ببرین. این کل مطالبی بود که من خواستم به شکل دسته‌بندی بهتون گفته باشم و اگر که میبینید که آمار جهانی نشون میده در هر 18 ثانیه یه اتفاقی، یه خشونت علیه زن هست، بله این آمار درسته، ولی آماری که از ایران بخواد بیاد بیرون ما آمار صحیح از ایران نداریم و الان مد نظر ما بیشتر جامعه ایرانه و اینکه ما در آستانه سالگرد منع خشونت به زنان هستیم. سپاس از وقتی که دادید. حالا بعد دوره بعد باز صحبت خواهش میکنم. در خدمت جناب دکتر هستیم. بانو میترا از شما تشکر میکنم. دکتر فرمودید که فرهنگ و ساختار جغرافیایی نقش عمده‌ای میتونه داشته باشه در اعمال خشونت در کشورهای مختلف و الی آخر. بعد داشتید فهرستی از مطالبتون رو میفرمودید، ما در خدمت شماییم. ببینید من اینجا باید یه رپلیک به قول این سوئدیا گفتنی بدم که این من موافق هستم تا یه اندازه‌ای با صحبت‌هایی که همین الان شد. مسائل اجتماعی رو با اون فشاری که دین و حقوق دینی به وجود میاره ما نباید اینا رو با هم مخلوط بکنیم. منظورم اینه که اگر شما زیر اجحافی قرار گرفتین، به فرض در قزوین باشین، این اجحاف رو اگر ما بسته بندیش بکنیم شما نمیتونین اینو تو کرمان پیداش بکنین، یعنی محلیه. متوجه منظورم میشین؟ یعنی اگر فرصتی بشه در رشت یک نفر به یک نفر اجحاف بکنه، یک مردی به یک زنی، یا حتی نمیدونم قاضی، وکیل، نمیدونم ازش یک خواسته‌ای از اون زن بخواد، این مربوط به اون منطقه میشه، ولی شما تو مشهد اینو پیدا نمی‌کنید. ببینید به خاطر این گسترده میشه و ما نمیتونیم اینو تعمیم بدیم. اینو باید داشته باشیم و جالبم هست اون افرادی که نشستن و میخوان تصمیمی بگیرن اگر حالش خوب باشه، اگر حالا مثلا تریاکی باشه، دیشبم تریاکی خیلی دبشی زده باشه، با شما راه میاد، ولی اگه زنش بهش گفته باشه نمیدونم فلان، پولش هم تو جیبش هم پولی نباشه، مخالف شما صحبت میکنه. یعنی اینا بسیار بسیار محلی، پیچیده، در هم آمیخته است که نمیتونه جامعه کلی ایران رو در نظر در زیر پوشش خودش قرار بگیره. ولی من عذرخواهی میکنم میون فرمایشتون در خصوص این مسائلی که عزیزان فرمودن. من احساس میکنم که فکر میکنم دوستان موافق باشن که در خصوص این اجحافایی که در قالب مراکز دولتی و ادارات و مؤسسات و اخص در رابطه با دادگاه که فرمودن، این مطمئناً بحث یک شهر و دو شهر و یک دادگاه و اینها نیست، با توجه به اینکه دوستان اطلاعات واقعا جامعه‌ای که از متاسفانه از جامعه ایران ما داریم، الان کشور ایران ما فکر کنید واقعا یک استثناء به تمام معنا میشه بهش گفت که هر قسمتش برید شما امکان نداره یک مأمور متاسفانه وقتی که یک بانوی به یک مرکز نظامی انتظامی مراجعه میکنه یا دادگاهی، مخصوصا دادگاه خانواده، کمتر کسی رو داریم که در رابطه با طلاقش با این معضل مواجه نشده باشه. من اگر از شما درخواست داشته باشم که اون لیستتون رو بفرمایید، چون واقعا تایم کمی داریم و من یک مطلب مهمی می‌خواستم از بانو آرتمیس سوال کنم. سپاسگزارم. من می‌خواستم انواع خشونت رو بگم اینجا. بله، خواهش می‌کنم. بله، منتظر بانو آرتمیس بهش اشاره کردن. ما یه خشونت خانگی داریم در وندیداد، اگر اسمشو من درست گفته باشم، اشاره به مجازات زنانی می شود که مردانشان با مردانشان زبان درازی می کنن. این نسخه خطی اومده و خیلی هم جالبه. زنان به طور معمول در طول روز در روابط بین فردی و ارتباطات اجتماعی و کلامی با دیگران حدود 20,000 واژه رو استفاده می کنن، ولی مردان 7,000 واژه. و ما اینو باید در نظر بگیریم. در روابط خانوادگی مرد توانایی بیان احساسات و آنچه را که میخواهد به خاطر کمبود لغت رو نداره و یکی از خشونت‌های خانوادگی
میتونه همین باشه. البته این تجسس شده. بعد ما خشونت والدین رو داریم که مشخصا، یعنی دکتر معذرت میخوام، مردان کم میارن داد میزنن، منظورتون اینه؟ کلمه کم میارن فریاد به یه صورت بازاریش بله. ببینید خانوم ها به طور، یعنی حتی این در چین، در کشورهای بزرگ آمریکایی و حتی در آسیایی، حتی در افغانستان دیده شده، نگاه کردن، اندازه‌گیری کردن از طرف BBC، بانوان به طور معمول معدل گیری کردن در طول 24 ساعت، حالا 8 ساعتش آدم خوابه، 20,000 واژه به کار میبرن، ولی مردان در همین مدت 7,000 واژه. و وقتی که بحث و جدلی در خانواده پیش میاد، متاسفم اینو بگم، برای مردان متاسفم، این آقا واژه کم میاره، به خاطر این از بازوش استفاده میکنه یا از مشتش استفاده میکنه، نمیتونه بیان. وقتی که شما نتونین بیان مطلب بکنین، آنچه که در ذهنتون هست بگین، خب برمیگردیم به اون نیروی جسمانی که دارین. این فقط داخل یه پرانتز بود. بعد من میتونم بگم زیر یه انواع خشونت والدین هست که اینم دوستان خیلی بهتر از من میدونن. بعد خشونت ما داریم در مدارس که 1 2 3 نفر اشاره کردن، معلمین ناباب و چه حتی تجاوز. بعد ما خشونت جنسی داریم، اونم برای همه شما آشناست. اما یک موردی رو من میخوام بگم که خشونت اجتماعی، و چون کار من روی این هست، روی این یه مقداری میخوام بیشتر تکیه بکنم. ببینید، رفتن با دوربین موبایل و عکس گرفتن در زمانی که یک نفر بالای دار میره، شما علتش رو فکر کنید چی باشه؟ اتفاقا همسایه و همسایه بغلی چیز زنگ میزنه فلان، میرن. و ما اینو تو اروپا 200-300 سال پیش عین این فجایع رو دیدیم. در آمریکا خیلی زیاد، به خصوص زمانی که اینا جنگ‌های داخلی داشتن، یعنی 200-300 سال پیش، 400 سال پیش این معمول بوده. طرف حتی ساندویچ هم همراه خودش می‌برده، شربت و بهلیمو و فلان، میشستن منتظر بودن که احتمالاً اگه 1 ساعت 2 ساعت هم دیر شد اونجا یه چاشتی داشته باشن و براشون یک تفریح بود. بعد این با حقوق انسانی آهسته آهسته در کشورهای اروپایی این نه تئاتر برچیده شد از طریق قانون. حالا ما برمیگردیم رو اون افرادی که میرن حتی بچهای نوزاد خودشون رو دوششون میگیرن که دار زدن طرف رو ببینه. یک اصطلاحی هست، امیدوارم که من اینو درست تلفظ کنم، اگر کسایی هستن منو یاری بکنن، خیلی جالبه. ما میگیم به فارسی میشه حساسیت زدایی، یعنی desensitization. یعنی شما اگر مثلا میخواین اسبی رو زین بکنین، اسبی که وحشیه تقریبا رام شده و میخواین زینش بکنین، اول یه پتو نرم میذارین روی پشتش، بعد این پتو رو عوض میکنین، شبیه سبک، شبیه زین رو درست میکنین تا این آهسته آهسته به اون عادت بکنه و حساسیتش از بین بره و به زین قبول کردن به اصطلاح قبول بکنه، به زین بشه. اینجا دولت کنونی یا حکومت کنونی ایران با یک شگرد بسیار بسیار زیبا که هیچ کس هم متوجهش نشده مگر روانشناسا و اونها هم حتما دهانشون بسته است، داره حساسیت زدایی میکنه نسبت به خشم، نسبت به خشونت و نسبت به مرگ. و اگر این پیش بره، کما اینکه شما دیدین شاید تو این فیسبوک ها، فردی افتاده داره میمیره یا فردی تصادف کرده، کسی بر نمیگرده نگاش کنه. یعنی انقدر عادی شده که اگر 5 نفر 6 نفرم بالای دار ببرن اهمیتی نداره. و این یعنی یکی دکتر شما معذرت میخوام دکتر، منظورتون اینه که در اصل دارن با این روشی که داریم پیش میریم اصلا عادت به خشونت رو در جامعه دارن به اصطلاح نهادینه میکنن. ببینین حساسیت شما اگر هر قدر هم عصبانی شیم، اگر حتی دستتون به چاقو یا ناخونگیر یا نمیدونم یه وسیله‌ای بره و بخواین اون فرد مقابلتون رو آزار بدین، ما ترمزهای اخلاقی داریم در قسمت‌هایی از مغز، واردش نمیشم. این ترمز معذرت میخوام، خواهش می‌کنم میون فرمایشتون با توجه که واقعا وقت بسیار بسیار کمی، شاید دقایق کوتاه،
من فقط میخواستم این بهش برسیم که همین احتمال داره که در طول تاریخ هم به این نتیجه رسیدن بانوان که عادت بکنن اصلا به این مسئله و با این مسئله کنار بیان و برگردیم. من از بانو آرتیمیس در انتهای واقعا این تایم کوتاهی که داریم از ایشون میخوام درخواست کنم که به من بگن که آیا این زن ستیزی واقعا سابقه تاریخیش چطوری هست؟ آقای عبداللهی، برای اینکه شما ببینید وضعیت یک جامعه چگونه است، شما نمیتونید یک جامعه رو با یک جامعه دیگه مقایسه بکنید. یک نسخه ما نداریم که برای همه جهان هرگز پیچیده بشه. ما برای اینکه ببینیم وخامت وضع ایران در حال حاضر از نظر خشونت بر جامعه و خشونت بر زن چگونه است، شما باید ایران رو با خود ایران مقایسه بکنید و ایران پیش از اسلام و پس از اسلام. این فرهنگ ملی ما نبوده که بریم اعدام نگاه کنیم. ممکنه فرهنگ روم بوده که گلادیاتور داشتن، میکشتن جلو هم دیگه و مردم هم میادن میشستن، حالا نوشیدنی هم میخوردن، شراب هم میخوردن، به سلامتی اون گلادیاتوری هم که میبرده می هم میزدن. اما این جزء فرهنگ ایرانیان هرگز نبوده و ما برای اینکه برگردیم به آن چیزی که به عنوان اندیشه ایرانی در ایران چند هزار ساله داشتیم، باید توجه داشته باشیم که ایرانی جماعت کی بوده. ایرانی در دورانی که در همه جهان خشونت، بربریت، توحش و بیفرهنگی و بیسوادی غوغا می‌کرده و ستم انتهایی نداشته، 2500 سال پیش اولین منشور حقوق بشر رو می‌نویسه و ایرانی کسی بوده در خواستگاهی امثال کوروش رشد می‌کردن. کوروش یک نفر نبود که از آسمون بر زمین ایران بیفته و بشه اسوه اخلاق، اسوه دادگری، اسوه حکومتداری، اسوه انسانیت. کوروش در بستر جامعه ایرانی بزرگ شده بود، در بستر فرهنگ ایران بزرگ شده بود و اون فرهنگی بود که چند هزار سال یک مملکت رو به امپراتوری جهانی تبدیل کرده بود. شما اوج فاجعه رو اونجا میبینید که 1400 سال پیش که اعراب حمله میکنن بر ایرانیان و به قدری خون میریزن و به قدری با شمشیر سر از تن جدا میکنن و حمامهای خون را میزنن و آسیاب‌ها با خون ایرانیان میچرخونن که نان آرد کنن و بخورن، که میدونین این در تاریخ اتفاق افتاده. ایرانی چنین چیزی در فرهنگش نبوده. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که خشونت در همه جای جهان اینطوریه اونطوریه. ما باید ایران رو با ایران فرهنگ ایرانی و با چند هزار سال تمدنش در نظر بگیریم. اون چیزی که ما داریم اکنون میبینیم در ایران، متاسفانه برخلاف خیلی از جاهای دیگه جهان، در ایران و در کشورهای مسلمان میبینیم خشونت کانالیزه، خشونت ارگانایز شده توسط دولت. متاسفانه اون چیزی که ما در ایران میبینیم رابطه انسانهای ایرانی با هم نیست. خشونتی است که در رأس هرم است، توسط حکومت، توسط وضع قوانین تبعیض‌آمیز، توسط وضع قوانین بسیار خشن، مجازات‌های غیر قابل تصور مانند دست زدن، پا زدن، زبان قطع کردن، چشم درآوردن. اینا اصلاً چیزایی نیست که شما بتونید بر جامعه اینو تسری بدید و بگید مردم اینطورین با هم. اصلاً این فرهنگ ایرانی نیست. این چیزی است که یک حکومت مذهبی برای اعمال خشونت، برای اعمال سرکوب بر جامعه داره از بالا اعمال میکنه و اینو شما در تمام ارکان حکومت و ارکان جامعه دارید میبینید و مطمئنا اینا برنامه‌ریزی شده. یه سوال کوتاه. چرا زنان بیشتر؟ به خاطر اینکه کل جامعه ایران خشونت زده است در حال حاضر، اما ترسی که حکومت ایران از زن داره به خاطر همون در آمدن زن از حجابی که در دوران رضاشاه بزرگ اتفاق افتاد و همینطور این جریان ادامه پیدا کرد، اینا دیگه زنی که وارد جامعه شده، عرصه اجتماع شده، به تحصیلات رسیده، زبان و صدا پیدا کرده در جامعه، نمیتونن برگردونن به زن پیش از دوران رضاشاه و بکنن تو برقه و بکنن تو حجاب. و 35 ساله اینا دارن این زنان رو سرکوب میکنن، تو سرشون میزنن، قوانین محدود کننده میزنن، اسید تو صورت زنای ایرانی دارن میپاشن. اینا مردم عادی نیستن که اسید تو صورت زنای ایرانی. سپاس از لطفتون. اینا عوامل بزرگوار. سپاسگزارم از بانوان محترم، بانو آرتمیس، بانو زهرا لطفی، بانو آدینه گرامی، بانو میترای عزیز و جناب آقای دکتر کامکار. وقت گرانبهاشون و علم و دانشتون رو واقعا بی‌دریغ در اختیار ما گذاشتید. از اطلاعات شما استفاده کردیم. تشکر ویژه داریم از کارگردان محترم برنامه
که محبت کردن. یک ویدیو در آخر برنامه امیدوارم که پیدا کرده باشم و بتونم تقدیم کنم خدمت بینندگان محترم. باز هم تشکر میکنم از شما و همچنین از شبکه جهانی ایران آریایی که این امکان رو برای ما ایجاد میکنه که بتونیم انعکاس دهنده صدای شما مردم باشیم. امشب در خدمت بانوان بودیم و مطمئن باشید که دوباره این برنامه ادامه پیدا خواهد کرد و هستیم باز که انعکاس بدیم صدای شما زنان و اون ستمی را که در این اخیراً واقعا در این 35 سال گذشته بیشتر بر جامعه ما وارد شده. شما عزیزان رو به خدای بزرگ ایران زمین میسپارم. درود تا به درود دیگر و بدرود تا درودی دیگر. بدرود. یه دست و یک نشون بشین. شهر